ساکنان ولایت پکتیکای افغانستان روز پنجشنبه قربانی‌های زمین جنبی یک روز پیش را به خاک می‌سپارند. این زمین لرزه که نیرومندترین تکان زمین در 20 سال اخیر نامیده می شود به 6.1 درجه چینکی ریختر برابر بوده صبح 22 ایون حیات کمش 1000 نفر را از بین برد. بیش از 1,500 کسی دیگر مجروح شدند. پژوهشگاه ملی زلزله شناسی امریکا نوشته است که مرکز زمین لرزه در 44 کیلومتری جنوب شرق شهر خوست در نزدیکی های مرز با پاکستان قرار داشت. خدمات نجات کوشش دارند که مردم آفت زده را با مواد نیازی اولیه تأمین نموده مجروحان را به شفاخانه ها برند. ساعت 2 شب زمین لرزه آغاز یافت. صدایش مثل رعد و برق بود. تمام مالکیت ما از بین رفت. و ما کمی کمک رساندند. حالا در خیمه جایگیر شده ایم. خانه ما پورا ویران شد. ما به خانه در آمدن نمی توانیم. اگر طالبان کمک نکنند پس می بینیم که از دستمان چی می آید. عملیات نجات را وزارت مدافعه حکومت طالبان در افغانستان رهبری می کند. این فاجعه حکومت طالبان را که با سیاستش در نسبت زنان و دختران در انزوا قرار داده است با چالش روبرو می کند. طالبان ماه اوگوست سال 2021 سر قدرت آمده از آن وقت به این طرف با بحران جدی بشری مواجه می باشند.